آفرین همدیار گرامی قدر اون نفرانی که همین حالا برنامه فضای تلویزیون سفینه را تماشا دارید با محبت بی‌پایان با احترام زیادی که نسبت شما داریم درود میگوییم به همه شما. برنامه فضا از دوستان عزیز چون هر وقت مهمان خاندان شما و مهمانان برنامه شامگاهی فضای تلویزیون سفینه هستند، رامشگران ممتاز انسمبل خلقی نوروز دانشگاه ملی تاجیکستان که این شام با اجرایش های زنده اشان با نوازش های زیبایشان طبع ما و شما را بالیده میگردانند. صحبت را آغاز میکنیم با راهبر موسیقی انسمبل نوروز دانشگاه ملی جمهوری تاجیکستان حسین شریفov. با همه شما سلام. پیش از همه سلام و درود به پایان انسمبل خلقی نوروز دانشگاه ملی تاجیکستان و تمامی بینندگان تلویزیون سفینه میرسانم. آرزوام را میکنم که این شام برای شما یک شام بسیار خاطرمان باشد. با چند نوازش زیبا به برنامه فضای تلویزیون سفینه آمدید که این شام طبع بیننده ما را خوش گردانید. در اینجا ما با 4-5 موسیقی که تازه ایجاد پیشکشی بینندگان میکنیم. چقدر از آماده کردن یک نوازش که در واقع به طور کلی باشد یک مزه خاص داشته باشد؟ البته یک چیز را گفته گذارم که انسمبل نوروز از سالهای 1966 تا به این جانب فعالیت کرده ایستاده است و ما گروهی که امروز میبینید جوانان قرار دارند در این انسمبل فعالیت میکنند. در مدت 5-6 سالی فعالیتمان ما 6-7 نمود کنسرت هایی که زنده در تالارهای فرهنگی کشورمون به نمایش گذاشتیم. در رپرتوار این کنسرت ها از اثرهای کلاسیکی و از اثرهای خارجی نیز ما در این برنامه جا کردیم و دیدیم که در مطربان که 8 نفر قرار دارند در اونجا با ما اسباب‌های کلارنت، کنتراباس، فورتپیانو و دیگر نمودی اسباب‌ها لازم آمد و ما تصمیم گرفتیم که با ما که این اسباب‌ها لازم آمد البته با ما مطربان این اسباب‌ها در کار است و ما دعوت نمودیم قسمی نوازندگان را از انسمبل‌های کشور. یکمین کنسرت ما سال 2016 با مطربان خلقی خطای گذشت و یک کنسرت ما در تالار کلون دانشگاه ملی تاجیکستان و اینچنین دومین کنسرت ما در کالج صنعت بنامی احمد آقل شهر دوشنبه گذشت و سومین کنسرت ما در دانشکده دولتی صنعت فرهنگی بنامی استاد میرزا ترسونزاده گذشت بخشیده به سال جوانان بود. چهارم کنسرت ما خودی همون سال در تالار کلون کالج صنعت بنامی احمد آقل شهر دوشنبه گذشت و پنجم کنسرت ما در کنسرواتوار ملی تاجیکستان بخشیده به روز مادر گذشت سال 2018 بود و اینچنین سال 2020 کنسرت ما در فیلارمونی دولتی به نام استاد اکاشریف جورایف گذشت که این باعث افتخار ما و مطربان انسمبل نوروز است. چون همگی تقریبا انسمبل شما جوانان هستند البته و جوانان فعال. خب هر کدام البته ذوق خود دارد که یک نوجویی و نوگانی و نوگفتن داشته باشد. خب چگونه است در مثلا ایده و اندیشه های شما در مورد آنه که یک چیز خوب روی کار بیارید تا مثلا تشنگان هنر را سیراب گردانید؟ البته هدف کنسرت هایی که ما میگذاریم در تالارهای فرهنگی این از آن درک میتواند که ما جوانانی که به ساحه موسیقی قدم رنجه میکنند ذوق آنها را نسبت به کسبشون زیاد کنیم. همین گونه است هدف ما. برای همین همان سال ما تصمیم گرفتیم که کنسرت های زنده خود را در تالارهای فرهنگی کشورمون پیشکش گردانیم. پس ما بیننده ذکی تلویزیون سفینه را بیننده فرهنگ دوستدار را منتظر نمیسازیم. باز از جانب شما یک نوازش دیگر هدیه میکنید میگونم؟ البته. مرحمت.
تشکر صحتمند باشید. دوستان عزیز، ما باز در استودیو مهمان داریم و پس از چند لحظه برمیگردیم.
آفرین.